شام 18 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 19:15 راننده ماشین تمغه دیو دماس ترسونوف مقصود علی سال تولدش 1999 ساکن شهر کنی بادام هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به سمت شهر کنی بادام در شورای ماشینگرد کنی بادام خوجند دیموی از اوده دوره واسطه نقلیات نور آمده به سمت مقابل رو بر آمده به ماشین تمغه تویوتا کرولا تحت دوره غفورов ظریف سال تولدش 1988 ساکن شهر کنی بادام برخورده است. در نتیجه راننده ماشین دیو دماس ترسونوف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافر داخل ماشین توشپولادوف مومنجان سال تولدش 1994 ساکن شهر کنی بادام و راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. صبح بر وقت 19 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 05:20 راننده ماشین تمغه اوپل زفیر عزیزوف جوشن سال تولدش 1996 ساکن نویه عینی هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به سمت شهر دوشنبه در شورای دوشنبه چنوق در کیلومتر 160 تا 200 در حدود جماعت دیوتی عینی نویه عینی از اوده دوره واسطه نقلیات نبر آمده به کنار راست روی مذکور برآمده و ماشین چپ شده است. در نتیجه خود راننده عزیزوف جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر ماشین مذکور سلیمزاده فراد سال تولدش 2003 ساکن شهر نورک جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است.